تصور ایران ضعیف به طور کامل از بین رفته. ما تا قبل از جنگ به خاطر مسائلی که اشاره کردم در منطقه رخ داد، در داخل ایران و مسائل دیماه و اینا رخ داد، مشکلات اقتصادی، همه اینها به تدریج باعث شده بود که یک تصوری در بسیاری کشور دنیا شکل بگیره که ایران الان ضعیف هست و همین تصور غلط باعث شد که حمله صورت بگیره، چون فکر می‌کردن که ایران ضعیف شد چند روزه میتونن از بین ببرن. بعد از 40 روز مقاومت این تصور ایران ضعیف تبدیل شده به تصور یک ایران سرسخت، ایران مقاوم، ایرانی که میتونه در سخت‌ترین شرایط بایسته. من حالا این رو گفتم اینجا هم بگم، به برخی از چیزهای خارجی گفتم شاید تصورش هم برای شما غیر ممکن باشه که شما 40 روز در مقابل قوی ترین ارتش ظاهری دنیا که صاحب سلاح هسته‌ای هم هست و یک ارتش دیگری که خودش رو ارتش قوی منطقه می‌دونه اون هم سلاح هسته‌ای داره، 40 روز مقاومت بکنی بدون پدافند هوایی. اصلا تصورش هم غیر ممکنه برای خیلی از کشورها. و 40 روز مقاومت بکنی در حالی که هر روز بمباران میشی. البته اینکه میگم هر روز بمباران میشیم و پدافند نداریم، اون طرفش هم به اصطلاح درسته ها، هم پایگاه آمریکایی هم رژیم صهیونیستی هم پدافندی در مقابل موشک‌های ما نداشت به طور کامل. یعنی اونها هم فضای اونها هم به روی موشک‌های ما باز بود و اونها هم هر روز ضربه می‌خوردن و این خب بخشی از مقاومت ما بود دیگه. ولی اینکه شما در این شرایط مقاومت بکنید، نیروهای پلیس شما تأسیساتشون، ساختمان‌هاشون همه از بین بره، ولی شب‌ها زیر پل‌ها بایستن، توی اتوبوس‌ها، توی ماشین‌ها بایستن، ولی مأموریتشون انجام بدن، وظیفه‌شون رو در حفظ امنیت جامعه و شهرها انجام بدن. و بقیه نیروهای مسلح ما خب خیلی از مراکزشون بمباران شده بود ولی کارشون رو انجام دادن. حتی مسئولین ما، مسئولین سیاسی ما